از جمله اسباب هلاک شدن امم گذشته اول این که انسان کافر بشه به الله، انسان کفر بورزه به ذات اقدس الهی و انکار بکنه انبیاء و رسولان را و انکار بکنه کتب آسمانی را. دوم از اسباب هلاکت امم گذشته مسئله کثرت الفساد و کثرت الخبث. هر سبب ما فکر بکنیم که آیا امروز در بین جامعه ما هست یا نیست. امم گذشته چرا هلاک شدن؟ چون فساد در بینشان زیاد شده بود، خبث، کارهای خبیثه و رذیله در بین اونها زیاد شده بود و الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها. الله میفرمایه وقتی که ما بخواهیم یک قومی را، یک شهر را، یک قریه را هلاک کنیم و از بین ببریم، و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها، بر سر او قوم افراد خوشگذران، شهوتران، افرادی که جز خواهشات نفسانی اونها دیگه هیچ چیزی برای اونها ارزش نداره، اونها را انتخاب میکنیم. یعنی رؤسا میشن افراد شهوتران، افرادی که خواهشات نفسانی خود را. آیا امروز فکر بکنیم که در بین جامعه ما آیا چنین افرادی هست یا نیست؟ آیا ما لحظه فکر بکنیم اینها از امم گذشته وقتی میگیم از امم گذشته یک شخص مریض هست میره پیش طبیب، پیش دکتر و بعداً خود نشان میده، دکتر میایه با یک جمع قصه میکنه، میگه امروز مریضی به من مراجعه کرد که تکلیف قلب داشت، تکلیف شوش داشت، تکلیف گرده داشت، تکلیف اعصاب داشت. شخصی که این امراض در وجودش باشه در کنار دکتر نشسته باشه فوراً متوجه میشه. وقتی دکتر قصه بکنه شخص چنین امراضی داشت و از بین رفت، متوجه خود نشد، فردی که دارای این تکالیف باشه فوراً به خود میآید، عجب من هم تکلیف قلب دارم، من هم تکلیف شوش دارم، من هم بالاخره امراض مختلفه در وجودم هست. فوراً متوجه میشه، میگه جناب دکتر صاحب این امراض در وجود من هم هست، چه کار باید بکنیم؟ چه کار راه و چاره چیست؟ عزیزان من وقتی این اسباب بیان میشه ما فکر بکنیم اینها در امم گذشته بود، اونها هلاک شدن، آیا امروز در بین جامعه ما هست یا نیست؟ اگر هست باید به الله رجوع کنیم، اگر نیست بگیم الحمدلله که در بین این امت این فسادها نیست. به اینه که دوم از اسباب هلاک شدن امم گذشته کثرت فساد با انواع مختلف، فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد جانی، فساد قتل، کشتار، همه اینها در امم گذشته وقتی زیاد شد الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها ففسقوا فیها. وقتی که در بین این در بین این امتها فسق آماد، فجور آماد، بد اخلاقی آماد، بیبندوباری آماد، الله سبحانه و تعالی می فرماید فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. الله میگه وعده ما تحقق پیدا کرد، گفتیم که کسی که در روی زمین فساد بکنه و هلاک میشه، این وعده الهی تحقق پیدا کرد. الله می فرماید فدمرناها تدمیرا، ما دیگه حسابشان را دادیم به دستشان، اونها را هلاک کردیم، از بین بردیم و اونها را به جزای اعمالشان رساندیم. سوم از اسباب هلاک شدن امم گذشته الکفر به نعم الله، کفر نعمت. انسان کفران نعمت بکنه، الله نعمت را برایش داده هنوز میناله. امم گذشته چرا هلاک شدن؟ الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و میفرمایه لقد كان لسبأ في مسكنهم آیه جنتان عن یمین و شمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طیبه و رب غفور.
قوم سبع قومی بودن یا در همون قبیله‌ای که الله سبحانه و تعالی برایشان دو باغ داد، باغ‌های پر از ثمر، پر از میوه، باغ‌هایی که میوه‌های لذت بخش، میوه‌های خوشگوارا. اینها چه کار کردن؟ آیا با این نعمت‌هایی که الله داد اینها در مقابل نعمت الله چی جواب دادن؟ بعد از این که از نعمت خوردن، نعمت استفاده کردن، الله سبحانه و تعالی برایشان این نعمت را ارزانی کرد، اینها چه کار کردن؟ فاعرضوا فارسلنا عليهم سیل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من صدر قلیل. وقتی قدر نعمت را ندانستن، الله میگه عذاب ما آمد و اینا هلاک شدن. باغهای پرثمرشان بی ثمر شد، میوه‌های شیرینشان تبدیل به تلخ شد و او نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی در درختان و در باغ و در اشجار اینها داده بود، الله خیر و برکت آورد و اینها را هلاک ساخت. پس یکی از اسباب هلاک شدن امم گذشته کفران نعمت هست عزیزان و بزرگواران.